با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین ما فراموش نکنیم کانال هراتبورگ در خدمت شما، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. امروز زنگولگک گردن گوسپندا بیبی مرا عمل فشار بدیم، میتونیم تمام نمایشنامه گزارش‌ها انشالله مشاهده کنیم. برنامه افطاری، برنامه عیدی، ویژه برنامه عیدی یا که ماه مبارک رمضانه، ما به هفته و سرخ دهن و روزه و خدمت شما هستیم. ما که نیاز داریم که ما را حمایت کنیم، ما که نمیگیم شما با ما مستقیم پول بدیم. پنجه خودم مازم امروز گوشی خود فشار دیم، بس خلاص امروز زنگولگک سابسکرایب حیات شما نره. خب میریم دوستای نازنین، چند روز هم که از ماه مبارک رمضان گذشته که سعی کنیم که چی رقم وضع مردم کاروبارشتن روزه اینا رو آیا میگیرم خسته کن تیر میشه برای اینا یا خیر. بخیر باشیم، همراه ما باشیم. دوستای نازنین، داخل یک دکان شیرینی فروشی داخل شدیم که سعی کنیم که کاروبار از اینا چی رقمه با ماه مبارک رمضان. سلام لالا، صحت شما خوبه؟ شکر شما خوبه، خیریت یا خوشحاله. زنده باشیم. نام شریف شما؟ عبدالواسع. بسیار خوب عبدالواسع جان، اول بگین که خود ماه مبارک رمضان چی رقمیم؟ گرم، خنک، تشنه یا گوشنه؟ خوبه، خنک نیه، خنکه. تشنه هم نیم گوشنه. خب بسیار خوب. اینا چیه بیزی میکنیم؟ نه اینا دستبلر میزنه که شیرینی بره افطاری ببرم، داخل از این کارتون ها میکنم میدم برای بینم. بسیار خوب. شما که اینجا چرا مثلا مثل چای و دشلمه و نقل چیزا ندارید؟ ما کارخونه میسازیم میاریم اینجا فروش چای دشمله نیه. بسیار مخصوص به حساب ماه مبارک رمضانه. بله یا بله. خب جلو بعد از ماه مبارک رمضان چی کار میکنید؟ ساندویچیه. آها، هر دو کار پس میش میبره. خود ساندویچ و جلیبی خودی هم میآید؟ برای ما روزه جلیبی و خجول، بعد ما روزه هم ساندویچ. بسیار خوب. امسال بگیم که نخرا چی رقمه، گرونه یا ارزون؟ بالای خیلی گرونه. یک کیلو جلیبی با یاد شما پارسال چندی بید امسال چندیه؟ امسال که هست به 100 میدیم، ما پارسال بود به 65 70. با همون فرق. بله ها. علتی چیه؟ علتی دیگه مرزا میگم بند نمیای شکر، نمی دیگه گرون به مواسطه. بله ها. خب شما به حساب قانونی که حلال باشه برای شما کیلو چند نمیخوره؟ که فایده ها؟ بله ها. همین 5 روپیه 10 روپیه بیشتر فایده نمیکنه. مقصر شما بیچاران نیم؟ نه. خب روز چند کیلو فروش داریم؟ تکوندارا هم میبرن دیگه دمی 60 کیلو 30 و کارخونه هم میبرن اینجا هم کیلو فروش ها. بسیار خوب. راضی هستی؟ شکر. خب روزه چی رقم تحت غیری میگیریم یا نه؟ نه پره کامل. ایقا؟ بله. خب بریم افطار خود شما. بفرمایید. سلامت باشیم، بخیر باشیم لالا. خداحافظ شما، بخیر. ماما جان سلام. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر تیارین زنده خیریت. باشیم، خیریت باشه. 3-4 تا سالت به دست شما. پنیر آورده بود. پنیر؟ بله. از کجا آورده بدید؟ از سرخ سلیمان. آها، خود شما تولیده دارید؟ بله یا تولیدی. گاوداری دارید؟ گوسفندی دارم. اینا پنیر گوسفنده؟ بله. خب پنیر گاو و گوسفند چی فرقی چیه؟ چی در فرق؟ فرقی به اینه که پنیر گاو اغذا مزه نداره. دول پنیر گوسفند. شیر هم اغذا جواب نمیده. به 10 کیلو شیر گاو 1 کیلو پنیر. بسیار خوب. چند تا گوسفند دارید؟ 120 تا 130 تا. نام خدا. از شما شخصیه؟ از برارزاده منه و از من. بله. یعنی 2 نفره؟ بله. الهی شکر. خب از این گوسفندا روز چند عاید داره؟ روز 2000 عاید داره. خب چند وقت 120 تا گوسفند خرج داره؟ 1,50,000 زمستان تنها بخور. خرج خشکی نه؟ خرج خشکی. به چند ماه؟ به 1 سال یا به 6؟ نه به 5 ماه. به 5 ماه؟ به 5 ماه 1,20,000. دیگه وقت که به میدونه این 5 ماهی که به خونه کردم 1,20,000. خب بسیار خوب. از اینا تکشاد چیزی هم داریم یا نه کلا هم حساب؟ نه اینا هم زیدنیه.
بسیار خوب. اشته شد که شما رشته گوسپندری انتخاب کردین. چرا به مگذر گوسپند چرا گو نستوندین گودری؟ ما اینا رو نستوندم. اینا بگوم به پیار ممون پیار ما به ممون. چند مدام زیوزات میکنه مدام هست. و گوسپند چند سال میکنه؟ یک سال بیشتر عمر میکنه؟ میموره با میزایه. امسال باشه 80 تا 100 تا زیدو اینو کلون میشه دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. پس یک 40-50 سال میشه چودری داره. من بام طول عمر خود 52 سال سن دارم. من بی گوسپند خود خیاط نمیدم. بسیار خوب. چند دفعه گوسپندار به پالیزان مردم یله داده میشه؟ هیچی من یادم ندارم. امکان داره؟ بله. گندما مردم را پیش هیچی نچارم. ما بچه خود نصیحت میکنم که نچارم. بسیار خوب. ماما جان خود روزه اشتنی. روزه دارم. و میفهم روزه داریم. تاثیر کرده به شما؟ همین تو تاثیر کرده که به خلال ندارم رو کن. نه مثل بلبل وری گپ میزنیم اگه تاثیر نمیکنه چی اشتگاه میزنیم؟ من آماده ام به میکار. سمواره می بار جک میکنم پنی. تک میکشم پنی. کجا کنیم مثلا اشته؟ پنیر تازه. ماشاءالله بگه. بله. بسیار خوب. پنیر پور میده. اگه بمونه به پیش شما اونا چی کار میکنه؟ اینا نمیمونه. مثال میزنم. بالاخره ارزون تر میدم میفروشم. به خود اصلا هم خیرات بدیم نمیخره. میخرم. تا حالا او دوزی نشده من پس برده باشم. خود مادر بچه ها میخوریم؟ خواه چی ما ایوار میداره داده. ما بچه ها میده بزیم میده بزیم میده بزیم میده. خب چند ایت به اولوتاس پیش شما ور میدارم یک پیری پنیری؟ نه هیچی اولوتاس دارم. گردن شما با؟ هر چی ما این بخوریم برکت خالی داره. بسیار خوب. خوشحال شدیم من دیدن شما. اگه شب خود ما افتخار میدیم. زنده باشید. ما هم نریم. بفرمایید. افطار خود شما. بله. ماست میش میدم باشه. نه بابا تیری ما ماست میشه. بخیر باشیم ماما. دوستای نازنین خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبیده باشه بخشش باشه دیگه کمک دلا شما رو با مخمخه مندازونیم 2 ساعت بعد به خیر خوشی میتونیم از اینا نوش جان کنیم حال فعلا نه سعی کنین چند مدل انال جیزدک میدیم برای شما با خاطر از که بخریم خب السلام علیکم سلام ساعت شما خوبه برادر صفا آوردیم خیلی خوش اومدین قبول باشه شما هم همچنین قربان شما تشکر نام گل علی احمد لالا علی احمد جان گپ بزنین که دکونه خود شما یا لالا لالا خورزاده من همیشه هستم کار کسبی نیه به افغانستان روز 3-4 ساعت نه هفتگی بازم گفتم از اینکه مثلا تا کوچه ها باشی بری بر باشه میشه که یه وزیر دست هم هسته ساعتی هم تیره درس خورم پیش میبره همینجا هسته بسیار خوب کاروبار شما اشتنه الحمدلله شکر از خدا راضی الهی شکر چند کرا میدین 7000 خیلی نیه خیلیه دیگه خب بالاخره به شرایط حالی 5000 هم خیلیه ولی خب چاره نیه مجبوریم بده راست میگی برار ماه مبارک رمضان مردم مجبورم که شیرینی ببرم چند فیصد شیرینی میبرم به خاطر از اینکه کمک هوا گرمه یعنی شیرینی فکر میکنم که گرمم که هوا است مو 75-80% میبرم چرا علت چیه به خاطر که عنعنات قدیمه به خاطر عنعنات قدیم هم هست بعضی بیشتر مردم که هست به شیرینی علاقمند اول که افطار میکنه باید 100% شیرینی بخوره یا حتی رابی میایه خرمایی باشه خجولی باشه هرچی که میوه باشه میوه که امسال گیرونه نمیتونه مثل منا بستانه بس حتی یکی اگه اقتصادی خوب باشه که بستانه ولی خب جلبی نسبتا به دیگرها ارزان‌تره مردم هم بس خصوصا کودکا بیشتر علاقه دارن به جلبی بسیار خوب از روز اول ماه مبارک رمضان تا به حال خود شما جلبی یا خجول خود چایا حدوداً چند کیلو خورده یعنی ما خود خیلی به شیرینی علاقه من نیم بازم حدودا خود تکی شاید تا به حال 2 کیلویی 1.5 کیلویی بخورده باشم بمونه که علاقه من نیم چون ما سرقاب جلبی وای دم که افطار میکنیم فرصت نداریم دیگه چیزی نیست سردستی پیش ما همون رو میدونیم افطار میکنیم بعدم که از افطار بیایم دونه میخوریم دیگه بخوای نخوای میخوریم
نازنین ماه مبارک رمضان و مسلمانان 100% حتما مریض هستم داخل دواخانه آمدیم که سعی کنیم آیا مریضایی هم که اینجا میایم به چی حسابی برای اینا دوای چیزی میدم. سلام لالا جان. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خوب شکر تیا خوشحال. قربان شما زنده باشیم دکتر صاحب. نام شریف شما؟ میلاد جان. بسیار خوب. بیر بگیم که حساب مشتری ها شما که میایم شما به خاطر که ماه مبارک رمضان هم هست شخص روزه داره توصیه شما چیه؟ دوار به چی حساب برای نامدیم و چی میگیم برای؟ در ماه مبارک رمضان مشتری ما که میام ما چون به خاطر ماه مبارک رمضان هم دوا خور مرآت اینا رو میکنیم هم ارزان تر دوا خور ارائه میکنیم برای اینا. شکر خدا مشتری هم ما رزی هم ما از مشتری ها خورزیم. بسیار خوب. یا شما یا دکتر صاحبا که به اینجا هستم مریض چند فیصد بعد مریض باشه که دوا بدین که بخوره دوا با ماه مبارک رمضان چون روزی و باطل نشه؟ دوا کسایی که روزه دارن مثلا دوا همو سحری بیشتر خورده میشه دوا شب مثلا دوا روز 3 وعده ما 2 وعده تجویز میکنیم سحر و شب بعد از غذا افطار یکی بعد از افطار مثلا و سحر هم دوا میتونم بخورم. خب باز نقص چیزی یا نه هیچ مثلا مشکلی نداره نقص چیزی اینا نداره هیچ گپی نه تو باز ماه مبارک رمضان خلاص شده که باز دکتر تجویز اینا رو تغییر میدم. بسیار خوب. شاید خیلی کم میگیریم بعضا انسانایی که روزه دارم خود شما ضد میکنن که همین قرص که شما به صبح دادیم یا به چاش دادیم بعد ما بخوریم منار شما قبول میکنین گپ نه؟ ما خب مشکلی نداریم و گناهی و گردن خود نه ما هیچ مشکلی شما نظر خود میدین؟ نظر خود ما میدیم که می دوار همین وعده غذایی مثلا این وعده بخوره که دیگه باز هر وعده میخوره و مشکل خود نه دیگه ما به جمع مونیم. سلام. سلام. خلیفه جان مونده نباشین. سلامت باشین. ساعت شما خوبه؟ شکر فضل خدا. زنده باشیم. روزه و نماز شما قبول باشه. سلامت باشین. زنده باشین. زنده باشیم. خلیفه جان گپ بزنین که ماه مبارک رمضان شما با پا تنور استاده ایم. همین روزه شما اشته میشه چه کار میکنه چی رقم تحمل میکنیم؟ دیگه خدای نازنین صبر میده دیگه ما روزه میگیریم مجبوریم چاره چیه؟ بیشک. خب حال این روزه داریم که شما. بله. خب از ساعت چند بجه بعد شما بیایم شروع کنیم برنامه؟ از 7 بجه صبح. خب تا به 8 نیم بجه شب. خب پس فرق ماه مبارک رمضان و پیش روزه چی شد دیگه به شما تعطیلی کنه داریم؟ نه ما خونون روغنی و از این رو خونگی داریم تو میده پخته کرده بریم مشتری داریم ببرم. خوانال به همین ماه مبارک رمضان برای شما تعطیلی ندادم؟ تعطیلی دیگه همین صبح تعطیلیه دیگه تا به 7 بجه جلو و 5 بجه صبح شروع میکنیم. ولی از شروع میکنیم. خامی آتش شما چه کار میکنیم؟ این که شما به خود دیگه دیگه ولی می یک ماه 30 روز خدا صبر میده. واقعا همه انسانی که با خدا باشه دور معلومه. لالا جان شما باعث یک جوان همینجی دهن با روزه با پا تنور که ما و شما به 1 دقیقه به می بیرون استاد شده نمیتونیم به هفته اینجا با پا تنور استادیم. بعض جوانا البته خیلی کم به دوستا بر نخوره آدم ها سالمی هم فعال هم به شان خود روزه رو میخوره دیگه اونا دیگه چی بگیم دیگه اون خدا زده دیگه بعد روزه رو بگیرم ولی چون این روزا کارایی نمیکنه 11 برجه میخونم 1 برجه بعد بگیرم. شما چند سالگی روزه میگیریم؟ یعنی شاید از 12 ساله بودم که روزه میگرفتیم تا مال می 1 بار مگره بگیریم خدا جو صبر را میده. بشک از قصدن هم تال روزه بشده باشه که روزه خود بخوریم؟ نه. الهی شکر بخیر باشیم لالا خوشحال شدیم. باشیم. تشکر از شما. تشکر.
دوستای نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه برای شما برنامه خسته کن نبوده باشه، لذت کافی از این برنامه برده باشیم. دوستای نازنین، اگه ماه مبارک رمضان نبودی گردن مبندی از پیش من نمیره. نفهمین که امیت کیف داره که چی بگم. خب خیر باشه و چند روز دیگه بمونده. اونا هم انشالله به خیر خیرت تیر میشه، امیت که روزای بعد تیر شد. خب تا به هفته بعد، روز بعد که کجا نصیب و قسمت باشه، از برنامه افطاری در خدمت شما هستیم. شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.